درود شنونده های گرامی، سلسله گفتارهای خوانش بدیعی. با توجه شما رمانی کیفری دلوری میرزا در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان لولاخان ستاری. آغاز گفتار 16. دکبر سال 1924 کمیته انقلابی جماهیر مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان از شهر تاشکند در هیئت نصرت الله مقسوم رئیس، دادابایف، حاجی رحمت الله، جانشینان، حمیدوف، اماموف، سکلوف، حاجی بایف، تلپیگا، یار محمدوف، شاه تیمور، قربی، فتکه برای به دوشنبه آمدن آمادگی گرفت و تنها دهه اول ماه ینور سال 1925 برای فعالیت دائمی وارد دوشنبه گردید. نصرت الله اکنون از نو با آموزش تاریخ نیاگان مشغول شد. او بیشتر به آن اثرهای تکیه می‌کرد که عالمان روس در دوره‌های گوناگون عاید به تاریخ خلق‌های آسیای میانه نوشته بودند. در برابر او حاجی بایف و شاه تیمور از حساب کم کردن ساعت‌های استراحت با آموزش و جستجوی حقیقت تاریخی کمر بستند. دیگر تاریخ باعث شکست دیگر باره ملت بود. به یاد آورد که چند سال پیشتر در مجله مقاله عالم معروف را خوانده بود و در آن مقاله عاید به ملت‌های آسیای میانه سخن می‌رفت. مؤلف به ملت صاحب تمدن تاجیک بهای ارزنده داده است. او نوشته بود: مردم بومی خانگری بخارا تاجیکان می باشند که سالی به بخارا آمدن ایشان معلوم نیست. ما از کتاب عالم مشهور نرشخی می دانیم که تاجیکان به ساحل‌های زرفشان آمدند و آن زمانها جای شهر حاضره بخارا جنگلستان بود و مکان درنده و خزنده ها. تاجیکان این زمین ها را آبیاری نمودند و شهرها بنیاد کردند. تاجیکان مردم صلح دوست و انسان پرورند، به آدم کشی و خونریزی ذوق ندارند. زحمت کشیدن را در زمین و تجارت را دوست می دارند. زندگی آسوده در ملک ایشان ادامه داشت، ولی این آسودگی نیز انجام داشته است. بعد چند صد ساله عرب ها به بخارا لشکر کشیدند. به خاطر توسعه دین اسلام شهرها را خراب کردند و هزاران بیگناه را سر بریدند. تاجیکان با آسانی اسلام را نپذیرفتند و عربها 4 مراتب به این سرزمین حمله کردند. بالاخره یک قسم لشکر آنها اینجا ماند و تاجیکان را تحت نظارت گرفت تا فرموده های شریعت اسلام را اجرا نمایند. آبهای روان، باغهای سرسبز و خرم و میوه‌های شکرین بخارا به عرب‌های بیابانگرد و ریق خورده خوش آمده بود. نصرت الله هر قدر فکر کرد نام مقاله و مؤلف آن به یادش نرسید. فقط می‌دانست که اثر مذکور سالهای 50 عصر 18 در شهر پتربورگ نوشته شده است. بعدتر به همین مضمون کتاب‌های زیاد مطالعه کرد و حیرتش بیشتر شد. چرا بلشویکان روس این حقیقت را می‌دانند و بی انصافی می‌کنند؟ چرا به همه ملت‌های در آسیای میانه مقیم گردیده از روی عدل و انصاف مناسبت نمی‌کنند؟ ولی به این سوال‌ها جواب یافتن آسان نبود. نمی‌توانست با کسی مشورت کند. رفتار تاجیکان دانشمندی که امروز در وظایف گوناگون دولتی کار می‌کردند و از تاریخ نیاگان خیش خوب آگاهی داشتند و به خاطر منافع شخصی ملت خیش را به یک تنگه سیاه می‌فروختند، او را قریب دل شکسته کرده بود. رفتار و کردار شخصی یکم بخارا فیض الله خواجه‌ایف و پیروانش او را بیشتر به اندیشه وادار می‌کرد. چرا آنی که
از پشت کمر این مردی تاجیک به دنیا آمده است و شیر مادر تاجیک را خورده و به وایه رسیده است، امروز چنین نامردی میکند؟ فیض‌الله خواجه‌ایف یگانه تاجیکی نبود که به جاده ملت کشی گام پرتافته بود. صف آنها خیلی زیاد بود و دشمنان ملت تاجیک فرزندان مادرکش را در یک شرایط سرنوشت‌ساز تاریخ خیلی ماهرانه استفاده می بردند و دشمنان ملت تاجیک فرزندان مادرکش را در یک شرایط سرنوشت‌ساز تاریخ خیلی ماهرانه استفاده می بردند. از آن تعجب می کرد که پیش از تقسیم میراث در آسیای میانه کمیسری کارهای خارجی شوروی چچرین با سپارش یوسف ویساریونویچ استالین به سمرقند و بخارا آمد و وضع را پوره آموخت. او همه‌اش را خوب پی برد که نسبت ملت تاجیک در اینجا به انصافی کرده ایستادند و البته در این باره بعدی بازگشت به شخص اول خبر داده بود، اما اخبارات وی بر رفت تقسیمات ناانصافانه تأثیر نکرد که شاید ترک تباران در حکومت مرکزی نیز تأثیر و نفوذ زیاد داشتند. او با تأسیس یک جمهوری مختار در هیئت ازبکستان راضی نبود و این مختاریت را اعتراف کردن نمی توانست، زیرا با این واسطه دست و پای ملت تاجیک را از دو جا بسته بودند. اکنون تاجیک هم مطیع جمهوری ازبک ها و هم مطیع دولت روس ها بود. نصرت الله و هم مسلکانش می دانستند که در مقابل یک قوه نهایت پرزور باید ایستادگی کنند و از حقیقت دور نیست که این مبارزه می تواند آنها را جسماً محو نماید، ولی از پیکار دست نکشیدند. دوشنبه حکومت نوتأسیس دولت تازه بنیاد تاجیکان را قبول نمود. بار چندم بود که این ملت صاحب تمدن و سازنده طول قرنها از خاکدان بابایی رانده می شد. ملتی که به خاک وسع طمع نداشت، یک عمر آسودگی و آرامی فرزند آدم را از درگاه خداوند طلب داشت. شهرهای بنا نموده نیاگانش را به اختیار بیگانگان گذاشت و به این دهه خرابه آمد، اما از سرنوشت خود راضی بود. شکرانه آن را نمود که بعد انتظاری ها، بعد قربانی های زیاد، دوباره دولتی که به واسطه به نام تاجیک ارتباط داشت احیا گردید. بعد یک روزی به دوشنبه آمدن رهبریت بلندپایه جمهوری مختار، مردم بسیار از دهه‌های گرد و اطراف جمع شدند. گردی همایی کلان دایر شد. مردم از تشکیل دولت نوین تاجیکان شکرانه کردند. با شادی و خرسندی بخشش قسمت را قبول نمودند. در دوشنبه حکومت را مشکلات زیاد منتظر بود. حتی برای جایگیر نمودن راهبران بنای موافق نبود. نصرت الله مقسوم همان روزها با مقصد بنیاد یک شهر نوی معموری برای پایتخت دولت تاجیکان تدبیرهای ضروری می اندیشید و برای ساختمان بناهای با شکوه دستور داد. در این دوره تقدیرساز او به حکومت خیلی عاقلانه راهبری نمود و موافق امکانات دور و زمان برای خوبتر به راه ماندن کار در تمام سطح‌های راهبری قانون و قرارهای زیاد قبول نمود. نصرت الله مقسوم با مقصد هرچی زودتر با اصول نو با سواد نموندن اهالی نیز کارهای زیاد را به راه ماند. سالهای 1925-1926 از حساب جوانان صاحب استعداد تیار نمودن آموزگاران شروع شد. همین دوره بود که کورس ها و تکنیکوم های معلم تیار کنی تشکیل شدند. شماره مکتب های ساخت نو در نیمه دوم سال 1925 از 4 به 29 عدد رسانده شد. او به مسئله فرهنگ ملی و احیای آن با طرز نوی شوروی دقت مخصوص میداد.
پیوسته در سخنرانی‌هایش به این نکته دخل نموده تأکید می‌کرد: عقب ماندگی فرهنگی عامه وزنین ترین میراثی میباشد که به تاجیکستان شوروی از امارت باقی مانده است. هنگام یکی از سفرهای کاری خود به قراتگین و درواز، آوازخوانی ورزیده و نامدار اکا شریف جوریف را به حضورش دعوت کرد. با او اطراف مسائل گوناگون صحبت کرد و پیش از ویدا به وی توصیه داد که در مرکز ولایت غرم برای تشکیل نمودن دسته‌های هنری تلاش نماید. حکومت برای شما همه شرایط را تشکیل می کند، تاکید کرد او. شما تمام آوازخوانان و موسیقیدان‌های قراتگین و درواز را جمع کنید، کاری کنید که میراث نیاگان از بین نرود. اگر مشکلات پیش آمد و در اینجا کسی از عهده حلش نبرآمد، به دوشنبه بیایید، یاردم میکنم. بعضی ها میگویند که در زمان شوروی همه چیز از نو ایجاد می شود. به جرأتانه گفت حافظ خلق: مگر میراث گذشتگان را جمع کردن و زنده نگاه داشتن یگان منفیتی دارد؟ در لبان نصرت الله تبسم تلخ نقش بست. و می دانست که دشمنان با هر راه و واسطه میخواهند ساخت شوروی را در بین مردم سیاه کنند. بیشک سخنهای گفته حافظ نیست از جمله همان آوازه هاست. دوستی عزیز، آرامانه از نو رشته سخن را به دست گرفت نصرت الله. ما و شما در حقیقت سازندگان جمعیتی نویم. چون این جمعیت هیچگاه وجود نداشت. جمعیتی که کمبغل صاحب گپ شود، جمعیتی که کمبغل در آن آرزو و آرمانهای 70 پشتش را عملی می سازد. جامعه می سازد که همه در یک سطح زندگی می کنند. اگر به گپی پیران کوهستان گوییم، جامعه که گرگ و گوسفند در یک خانه زیسته می توانند. همه چیز از نو شدنش ممکن، اما میراث گذشتگان را نباید به اخلاط پرتا اندازیم. آن را می آموزیم، بهترینش را می گیریم و تکمیل می دهیم و به نسل آینده می رسانیم. یعنی سازندگی ما باید شکلاً ملی و مضموناً سوسیالیستی باشد. خونیاگران نامدار کوهستان در طول عصرها خودشان ایجاد کردند و بهترین سرود و آهنگ‌ها را از دیگر گوشه و کنار دنیا که همزبانان ما میزیستند آوردند. همانها را برای آیندگان رسانیدن وظیفه هر کدام ماست. حافظ خلق از این مناسبت رهبری اول جمهوری الهام گرفت. دیر نگذشته بهترین خونیاگران در شهر غرم جمع شدند و دسته های هنری تأسیس یافتند. دسته های هنری که اکثر آنها در آینده اساسگزاران دسته های شهرتمند فیلارمونی دولتی تاجیکستان شدند. با تشبث نصرت الله مقسوم چنین دسته های هنری نه تنها در ولایت غرم بلکه در دیگر گوشه و کنار جمهوری مختار تاجیکان عرض هستی کردند. در این دوره در تاجیکستان مکتب حزبی نیز تأسیس یافت. محض همین مکتب توانست در طول 10 ساله ها وارثان سزاوار و وطن دوست را به کمال رساند. تشکیل نمودن مکتب موسیقی نیز طلب زمان بود. هنرمندان نامدار سالیان پیشین در حولی خیش بدو یا 3 نفر شاگرد امکانیت آموختن هنر خونیاگری را داشتند. مکتب موسیقی با فراهم آوردن شرایط ضروری توانست صدها جوانان هنرمند را به آغوش بگیرد. مسئله فراهم آوردن شرایط کار برای شوراها در سالهای 1925 1926 دقت رهبریت جمهوری را جلب کرده بود. در تأسیس یافتن ارگان‌های دموکراسی حاکمیت در جمهوری مختار تاجیکستان سبب داشت. سبب اساسی ادامه یافتن مبارزه قوه‌های مخالف ساخت نو بود. 1 اکتبر سال 1925 با امضای نصرت الله مقسوم با مقصد عوض نمودن کمیته های انقلابی محلی قرار قبول شد.
از 5 اکتبر همان سال انتخابات ارگان‌های محلی آغاز کرده شد. در قرار همچنین سفارش داده شده بود که برای در سطح بلند گذرانیدن انتخاب حکومت مرکزی جمهوری انجمن یکم شورای مؤسسان دعوت کرده شود. 13 ایول سال 1926 با مقصد دعوت نمودن انجمن یکم عمومی تاجیکی مؤسسان شوراها کمیسه تدارکاتی تشکیل کرده شد که سروری آن را نصرت الله مقسوم به عهده داشت. ماه دکبر همان سال انجمن یکم برگزار شد و در آن نمایندگان کارگران، عسکران سرخ و دهقانان شرکت ورزیده ارگان عالی دولتی کمیته اجرایی مرکزی جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان را انتخاب نمودند که نصرت الله مقسوم با یک آواز رئیس آن تصدیق شد. در همین انجمن نصرت الله مقسوم به حیث رئیس کمیته انقلابی معروضه حساباتی کرد. بودن اشخاصی که می‌خواستند به هر واسطه برای به این وظیفه بلند انتخاب نشدن نصرت الله مقسوم خلل برسانند، اما در دوام فعالیت رهبریش او خود را به حیث فرزند صادق ملت و فدایی راه انقلاب نشان داده توانست و میان مردم اعتبار و آبروی کلان را صاحب شد. هنوز در جلسه اول کمیته اجرایی مرکزی یکی از سیاستمداران شناخته جانشین رئیس کمیته انقلابی عضو شورای انقلابی کورپوس تیراندازی 13 تلپیگ در سخنرانیش تأکید کرد: به ما رفیقان لازم است که رئیس کمیته اجرایی مرکزی کدخدای همه تاجیکان را انتخاب نماییم. رئیس کمیته اجرایی مرکزی و سرور همه تاجیکان باید رفیق انتخاب کرده شود که او تاجیکستان را و تاجیکستان او را بداند. طبقه های وسیع اهالی بدون شک به او باوری و احترام داشته باشند. من خطا نمی کنم اگر بگویم چنین انسان نصرت الله مقسوم بوده می تواند. این پیشنهاد از جانب وکیلان خوب پذیرفته شد. نیمه دوم سال 1926 در تاجیکستان نوبنیاد دیگرگونی های چشمگیر دیده می شد. رهبریت جمهوری توانست نیروهای ضد حکومتی را شکست داده فعالیت آنها را در سراسر جمهوری فلج کند. نصرت الله مقسوم کوشش میکرد که شخصان گم کرده راه را به حیات آسایشته برگرداند. ما باید کارهای فهماندهی را خوبتر براهمانیم، پیوسته تاکید میکرد نصرت الله مقسوم. به اندیشه من مردمی کمبغلی تاجیک به معنای انقلاب صرفم نرفتند. ما در جمعیت فیادالی زندگی میکردیم و با مدد برادران روس با یک جهش ساختار کپیتالیستی را از سر نگذرانیده به ساخت نوی جمعیتی وارد گردیدیم. صنف کارگری تاجیک خیلی کم است و از همین سبب عامه وسیع مردم حقیقت انقلاب را درک نکردند. با دستور او گروه‌های تبلیغاتی تشکیل یافت و این گروه‌ها فداکارانه عمل نموده در دهات دور و نزدیک به مردم واخوری می‌گذرانیدند. با آنها می‌فهماندند که مقصد حکومت شوروی چیست. بعد تشکیل نمودن کارهای فهماندهی در کент‌های یاوان، سلطان آباد، لاهور، ارل، غازی ملیک صف خواهشمندان برای وارد شدن به دسته‌های کلتکداران سرخ خیلی افزود.